سلام دوستانی عزیز. مگین موتر انرژی نمیخوره، یعنی انرژی موتر است که از این بندازین سوزنای هرچی که فارسینگ و مثلا اینا هسته بخششون تمیز نه. موتور اگر خاک داخلش رفته باشه این باعث میشه که کلگیش را پاک کاری کنه. میگم ما وزنیم، البته برای پترول، برای دیزل هم داره، شما میتونین انتخاب کنین برای دیزل پترول جداست. بر وازش کردیم. خب این را وزنین اینجا براحتی میندازین. آره دوستا، یک چیز دیگه، زمانی که این میندازین یک خط الا دو خط بیشتر باشد بس است از این بندازین و در آخر راندگیرین در سرعت بال مرین کلگی از یک سوز بیرون میشه. آشغالایی که هسته از این کلگی بیرون کشیده میشه.